اینجا صحبت از نخریدنه. چه چیزهایی رو نخواهم خرید. توی ویدیوها معمولا در این مورد صحبت میشه که چه لباس و کفش و وسایلی بخریم، چی خوبه، چی بخریم و چه جوری بپوشیم. همه از خرید کردن میگن. اما من میخوام از چیزهایی بگم که به تعداد کافی دارم و تصمیم گرفتم که دیگه نخرم، چون یاد گرفتم از چیزهایی که دارم لذت ببرم. اگر شما هم احساس میکنید اسیر چرخه خرید بی‌رویه شدید، این ویدیو میتونه براتون انگیزه بخش باشه. این ویدیو رو من فاطمه و دوستم آلاله که مثل همیشه پشت دوربینه برای شما درست کردیم. برای شروع ویدیو میخوام بگم که قبلا چجوری بودم و چجوری خرید میکردم. اگه شما هم اسیر خرید بی‌رویه هستید، بدونید که تنها نیستید. با دوستانم که بیرون میرفتم حتما یه تکه لباس یا یک وسیله تزیینی میخریدم. اگر پولم کم بود حتما یه شال یا یک شمع میخریدم. گاهی چیزهای گرون میخریدم و گاهی هم ارزون، ولی به هر حال همیشه یه چیزی پیدا میکردم که بخرم. 60 جفت کفش داشتم. در مورد کیفم که بارها براتون گفتم. در مدل ها و رنگ های مختلف کیف میخریدم. 30 تا کیف داشتم. خریدهای فصلی رو کامل انجام میدادم. هر سال پالتو و کاپشن میخریدم. هر مهمونی یک پیرهن جدید. داشتن کمد این شکلی جز رویاها و اهداف آینده‌ام بود. فکر میکردم روزی که کمد اینطوری داشته باشم خوشبخت‌ترین آدم دنیا خواهم بود. اگر سفر میرفتم تا جایی که میتونستم خرید میکردم. از لباس و کفش و وسایل تزیینی. روی یخچالم پر از مگنتایی بود که از جاهای مختلف آورده بودم. از هر جا حتما یه یادگاری داشتم. 4 سرویس کامل ظرف داشتم. عاشق ظرفای چوبی بودم، برای همین توی سایزهای مختلف میخریدم. وسایل برقی آشپزخونه همه کامل بود. اتوی پرسی و بخارشور داشتم که شاید سالی یه بار ازشون استفاده میکردم. وسایل تزیینی خونه رو مرتب عوض میکردم. وقتی وسایل به رنگ مسی ترند شد، یک مجموعه تزیینی به رنگ مسی خریدم. گلدون و شمدون و ظرف مسی. مدت بعد ظروف کریستال و شیشه‌ای بیرنگ ترند شد که اونها رو هم خریدم. تمام تزیینات مسی میرفت توی کنسول و حالا کریستال ها استفاده میشد. چند سری کوسن داشتم که مرتب عوض میکردم. برای نوروز و یلدا و ولنتاین وسایل و ظرف میخریدم و این کار رو هر سال تکرار میکردم. چند رو تختی و لحاف به رنگ‌های مختلف داشتم و همچنان به دنبال خرید مدل‌های جدید بودم. یادم به زور اینا رو توی کمد جاشون میدادم. 4 تا کارتون یادگاری داشتم، به علاوه یک چمدون که اون هم پر از یادگاری بود و اونا رو توی انباری نگه می‌داشتم. از اول طرفدار دکوراسیون مینیمال بودم. وقتی به خونه نگاه می‌کردیم متوجه نمی‌شدی که این همین وسیله هست. ولی واقعیت این بود که تک تک کمدها و کشوها و کابینت‌ها پر از وسیله بود. چون به نظم اهمیت میدادم، مرتب نگه داشتنشون اصلا کار راحتی نبود. چون هر چیزی رو که می‌خواستی بیرون بیاری بعد کلی وسیله رو جابجا می‌کردی. با اینکه زیاد میبخشیدم، ولی چون تعداد ورودی وسایل و لباس‌ها به خونه بیشتر از تعداد خروجی‌ها بود، همیشه با مشکل انباشتگی مواجه بودم. مثل خیلی از دوستان منم فکر می‌کردم مینیمالیسم اینطوریه که باید با تعداد خیلی کم وسیله زندگی کنی، یا مثلا فقط 2 تا بشقاب و 2 تا قاشق داشته باشی، یا مبل سفید و یه میز. هرچی بیشتر در موردش میخوندم بیشتر متوجه میشدم که چه برداشت اشتباهی دارم. از طرفی فهمیدم که چه راه اشتباهی رو برای سبک زندگیم در پیش گرفتم. با وجود این همه خرید هیچ وقت احساس خوبی نداشتم و حس میکردم چیزهایی که دارم کافی نیست. انگار وارد یک مسابقه شدم که توی این مسابقه هرچی میدوام به هیچ جا نمیرسم. اینطوری بود که شروع کردم به اصلاح روشم. هرچی که گذشت احساس بهتری پیدا کردم. احساس کنترل روی وسایلم که باعث شد خریدهای بهتری کنم. در نهایت برای اولین بار تو زندگیم احساس کنم که وسیله بیشتری نیاز ندارم و این باعث یک رضایت عمیق درونی برای من شد. حالا بهتون میگم که چه چیزهای نیازم رو کاملا رفع میکنه و تصمیم ندارم در آینده بخرم. فایده این لیست اینه که ذهنم مرتب میشه و جلوی وسوسه بیمورد هم گرفته میشه، چون به راحتی از کنار چیزهایی که برنامه برای خریدشون ندارم میگذرم. اول لوازم تزیینی. در حال حاضر با این تعداد لوازم تزیینی که دارم خوشحالم. گاهی اونا رو جابجا میکنم، یک سری رو کنار میذارم و یک سری دیگه استفاده میکنم. این باعث میشه که احساس خستگی نکنم. به محض اینکه خسته میشم یک قطعه رو بیرون میارم، چون مدتیه که اون رو ندیدم. انگار یک چیز جدید خریدم و برام تنوع میشه.
وسایل تزئینی مناسبتی و فصلی هم جزء همین دسته هستش. چند المان کوچیک و با نمک برای مناسبت‌های مختلف دارم که از اونها استفاده میکنم و کلی لذت میبرم. اونا رو هر سال توی زمان مناسب بیرون میارم و چون واقعا دوستشون دارم از استفاده ازشون شاد میشم. مثلا برای پاییز تعداد شمع بیشتری توی خونه میذارم و شبا اونا رو روشن میکنم. معمولا چند تا میوه کاج و چوب دارچین یا کدو حلوایی به عنوان تزیین یک گوشه خونه میذارم. برای یلدا این انار چینی رو دارم و این دستمال با طرح انار که جایی از خونه ازش استفاده میکنم و همینطور این عروسک بامزه. انار و هندونه و آجیل رو توی ظرف‌هایی که عاشقشونم میریزم و ازشون لذت میبرم. زمستون که میاد این عروسک بامزه گوشه‌ای از خونه جا خوش میکنه. برای روز عشق هم از این وسایل بامزه استفاده میکنم و دیدنشون گوشه‌ای از خونه منو شاد میکنه. برای حفظ سین هم از ظرف‌ها و وسایلی که توی خونه دارم استفاده میکنم و هیچ ظرف مخصوصی نمیخرم. از تمام این مناسبت‌ها لذت میبرم بدون اینکه هیچ وسیله اضافه‌ای وارد خونم بشه که بعداً ندونم باهاش باید چیکار کنم. کلاً به نظرم استفاده از گل و میوه و شیرینی به عنوان تزیین برای مناسبت‌ها بهترین انتخابه. دوم، قابلمه. 3 تا تابو و 4 تا قابلمه دارم که از همشون استفاده میکنم. در حال حاضر این تعداد برای من کاملا کافی هستش و تنها در صورتی میخرم که قابلمه هایی که دارم آسیب ببینن. در غیر این صورت چیز جدیدی نخواهم خرید. سرویس ظرف. در حال حاضر 2 تا سرویس دارم که یکی رو فقط برای مهمونی ها استفاده میکنم و فکر میکنم که تا مدت ها نیاز به خرید ظرف جدید نداشته باشم، مخصوصا که هر دو سرویسی که در حال حاضر استفاده میکنم یادگاری هستن و برام بسیار با ارزشن. این هم نکته مهمیه که باید دقت کنید. من تا مدت‌ها وقتی به وسیله خیلی علاقه داشتم اون رو کناری میذاشتم و اصلا استفاده نمیکردم، ولی الان فهمیدم که چقدر این کار اشتباهه. بهترین چیزهایی رو که دارم برای خودم و خانواده استفاده میکنم و لذت میبرم. چرا نباید وسایلی که دوست دارم و ازشون استفاده کنم؟ چهارم، وسایل برقی آشپزخانه. من یه توستر، یک آسیاب، یک کتری برقی و 2 تا قهوه ساز دارم که از همشون استفاده میکنم و برای سبک زندگی و نوع آشپزی من کاملا کافی هستن. در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای خرید وسیله برقی جدید ندارم. تبلیغات توی این مورد خیلی قوی عمل میکنه. حتما به این موضوع توجه کنید تا طعمه راحتی نباشید. توی یکی از ویدیوهای قبلی گفته بودم که هواپز و غذاساز رو داشتم که ازشون به ندرت استفاده میکردم. به خاطر همین هر دوی اونها رو بخشیدم. مورد پنجم، کیف و چمدون. بارها در مورد علاقم به کیف صحبت کردم. به نظرم تعداد کیفی که در حال حاضر دارم نه تنها کافیه بلکه زیاد هم هست. همین کیف ها رو استفاده میکنم تا جایی که دونه دونه از رده خارجشون کنم و تعدادشون رو به عدد معقول تری برسونم. 2 کیف لوازم آرایش دارم که جدیداً یکی رو کنار گذاشتم و فقط از یکی استفاده میکنم. تصمیم دارم همین یک دونه باقی بمونه تا وقتی که خراب بشه. همینطور این 2 کیف رو برای سفر دارم که بسیار هم کاربردی هستن. 20 سال پیش خریدمشون و توی هر سفری که رفتم این 2 کیف همراه من بودن. بعد از هر سفر وسایل توی هر دو رو بازبینی میکنم که برای سفر بعدی آماده باشن. من یک ست چمدون هم دارم که برای سفرهای مختلف نیازم رو کاملا رفع میکنن و تا وقتی که مستعمل نشدن از همینها استفاده میکنم. یک کوله ورزشی هم دارم که 15 سال پیش خریدم و همچنان ازش استفاده میکنم. در مورد این کوله هم نظرم همونه و تصمیمی برای تعویضش ندارم. همینو دوست دارم و استفاده میکنم تا زمانی که مستعمل بشه. مورد ششم، عینک آفتابی. به یادگار از زمان خرید بی‌رویه 3 تا عینک برام مونده. در حال حاضر تصمیم دارم فقط از این عینک ها استفاده کنم و سراغ عینک جدید نرم. به دلیل علاقم به عینک آفتابی امیدوارم که توی این مورد بتونم مقاومت کنم. مورد هفتم، ساعت مچی. 6 تا ساعت دارم که باز هم یادگار از همون زمان هستش. البته فقط یکی رو خودم خریدم و بقیه کادو هستن. با این تعداد کاملا خوشحال و راضی هستم. حتی میشه که تعداد کمتری هم باشه. پس هیچ تصمیمی برای خرید ساعت جدید ندارم. مورد هشتم، پالتو. 4 تا پالتو دارم. رنگ مشکی و شتری که زمستونها مرتب استفاده میکنم. 2 تای دیگه هم که به نظرم خاص هستن و گهگاه استفاده میکنم. این تعداد برای زمستون پیش رو برام کافیه و تصمیمی برای خرید پالتوی جدید ندارم. مورد نهم، لباس و کفش مهمونی. در این مورد هم هیچ برنامه‌ای برای خرید ندارم. برای مهمونیایی که پیش میاد از همین تعداد لباسی که دارم استفاده میکنم. در مورد کفش هم بیشتر از نیازم دارم و تا مدت‌ها به هیچ عنوان چیز جدیدی به مجموعه کفش‌های مهمونیم اضافه نخواهم کرد. مورد دهم، لباس ورزشی.
دو تا لباس دارم که برای من کاملا کافیه و در نتیجه خرید جدید نخواهم کرد، چون من فقط تو خونه ورزش میکنم و لازم نیست لباسای متنوع داشته باشم. هرچند که قبلا هم که باشگاه میرفتم 4 تا لباس ورزشی داشتم و لزومی نمیدیدم که لباسام تنوع زیادی داشته باشن. مورد 11 مایو و وسایل شنا. من یه مایو، یک کلاه شنا و یک عینک شنا دارم. از اونجایی که دیر به دیر استخر میرم کاملا برای من کافی هستن. همینطور که یک حوله استخری دارم که برای سفر هم از همون استفاده میکنم و فعلا هیچ برنامه‌ای برای سفر به جای ساحلی ندارم. پس اصلا به سراغ خرید جدید نمیرم. بعدها اگه سفری پیش اومد برای خرید اقدام میکنم. مورد 12 لوازم آرایش مو. من یک سشوار، یک اتوی مو و یک بابلیس دارم که از همشون استفاده میکنم و باهاشون راحتم. هیچ تصمیمی برای تعویضشون ندارم مگه اینکه خراب بشن. در این صورت هم اول سعی میکنم که تعمیرشون کنم. اگه امکان پذیر نبود اون وقت تعویض میکنم. وقتی وسیله به خوبی برای من کار میکنه چرا باید سراغ یه چیز دیگه برم؟ تبلیغات اینفلوئنسرها هیچ تأثیری روی من برای خرید سشوار دایسون یا شیگلم نداره. این رو الان بعد از سالها خرید بیمورد و اشتباه میتونم با قطعیت بگم. شاید شما هم دوست داشته باشید سری به کمدها، کشوها و کابینت‌های خونتون بزنید و به ما و بقیه دوستان بگید که چه چیزهایی رو نیاز ندارید که بخرید. توی کامنت‌ها برای ما بنویسید تا برامون انگیزه بشه. از اینکه تا اینجای ویدیو با من و دوستم آلاله همراه بودید ازتون تشکر میکنم. اگر ویدیو ما رو دوست داشتین لایک کنین، کانال ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فشار بدین و ما رو به دوستانتون معرفی کنین.